السلام علیکم بینندگان عزیز. موافق طلب شما چخیلی شما گفته که درباره طلا کورکنی یک نوار подробнотар اینا ما امروز اومدیم به همین خاطر یک نوار подробно درباره طلا کورو و طرز طلا کورکنی بگیریم شما تماشا کنید. سرشویش های بار کردن استانکو این از طلا کور موهی رحیم میگن هدیه های لایرون پایون اینا مرحمت استانکو را قدی در روی خنگا آورد باز باید برش کنه بگیریم بریم شو بگیم که تاشکه را علش میکنه. ولی استانکو درباره استانکو بازم بگیم подробно او چیکه در بالای سیده شما که جا گیره او سرشه یا سرگیش اجای تا نمی خیلی جا میگیره. دو تا ساتیل یک تا استانک یک تا دیگر اوریزک اینش حتما. اینا همین پایون دریای خنگو برادر کار میکردن در اونجا استانکو رو بردن به اجاره برگ میکنیم میبریم این طرف در تگ دهه ارغنکول در اونجا باز ادامه میتین کورا. اینا ما حرکت کردیم. اینا هم خیلی پوش میکنیم میره به لوی آوا. انا همین خیلی با خمونداش میگیره در دستت میره لوی آوا. جو در هر یک کنج لوی او یک استانک پرستگی تماشا کنی. ای هر کس هیچ کس نمیگیره. میتونی که بیای استانک این مرده که بگیری کار کنی با اینجا بونی برای ندزدی. نه مردم دقیق همه را تازه کردن کار را شروع کردن. رسید نوبت جایی تیار کردن جای استانک دو جای دستگاهی طلا کورکن. تکشم خیلی یک طرف رنگ میکنی سنگور خیلی میگیری کم کم رشد باشه.
اینا خیلی سنگام میبرداری اینجا برها میکنی برای کار کردن. انا همینجا کار میگیری. نگاه نکی باشوی عزیز نگاه کنی که تگش خوک سرخای برای کار کردن فقط همی 2-3 سانتی متر بالا های. انا همیرا میگیرن کار میکنن تا همینجا رای نمیخواه. اینا همین خرا کار میکنه ایران نمیگیرن. بگیم اوگل نکلونش یا چی در کره کی چنده که اگر نکلونش بسیارتر بکنی تیلوی مایده را میشوه میبره. برای با هم خاطر های مردم بسیار کار کردگیان بچشم به اوروین میفهمن که نکلونش چند که باشه و فیلم 25-30 گرادوس های نکلونش باید باشه. بعد خوب میکنن نماده این ایشنیلی دورای سیوزی تیور کردگی های اینا خودش بگیم بعد روزیش باز در باین اینا نیام سیاق دسته میمونی که در همینجا محکم شوا تیلو را نشو نبره. ولی دائم ترقیات تیلو هست اگر کوی. میگذاریم در فاز دیگریش. ها یک بار او میریزی میبینی که چخیل میروه. برای به یک طرف او با یک طرف نروه و همه جا رشد بروه راست بروه که تیلو را یخیل بشوه. وقتی که دریا رفت با یک طرف شاید که تیلو را بشوه ببره. یکی همین خیلان تیلو را میشوه میبره. فیرم 30-40% تیلو را میشوه میبره. توزه گرفتش نمیتونی. اینش قسم دیمی دستگاه برای که ریگه در اینجا بریزی بشوی ریگه بیویا در اینجا راست بگیم یخیل در بالای نماد بریزه او میریزی میروه این طرف میگرده میروه این طرف بعد میبرویه. بسم الله الرحمن الرحیم. انا خیلی چند ساعت میریزی محمد؟ 50 تا میریزیم بعد میتکیم. پلاس میتکی. در روز چند تا میریزی؟ در روز 250 300 ساتیلم خیلی. یک نیم گرم راست شد. 700 800 قریب 1 گرم. قریب 1 گرم در 250 ساتیلم خیلی. که 15-20 کیلو وزن داره. برای تیلو کار کردن داکیمنت میگیری پاتنت میگیری چیکار میکنی؟ پاتنت. پاتنت چند سومونه؟
حسین اولی هم شایده سیم کی و یا گفته دست 50 مول معلومه یک نه ای چوی با چوی لوی او ای چوی با چوی لوی اوی یا چوی بخوریم چویش هم تر چوی است که چفیر میگو که در پس دیوار باشی که هم خیلی چفیر بخوریم یا چوی رو بخوریم پایوکاشون هم قطعی شو حتما بردارو نگاه کنه که چند قجار تازه کردنی باشه نگاه اینجا سنگ کلون اینجا سنگ کلون این موبایل همشه تازه کردن سنگ چینن درونی او پرتوفتن ای پیش او دموی طرف همین قجارا باید بتروشن نگاه کنه چی دادگی کی نشون دادگی کی یکان 7-8 سانتی متر قم داره رگ داره امیره میگیرن میشوین تاهاش ای طرف اومدگی ای خوکوی سرخ ای سیب داره بولوش خینگه اووردگی همه را میگیرن میشوین نگاه کنید چند قجاره تازه کردن همین سنگ همشه برای این کار میون در کار کردن میون در کار قوت در کار در یک روز دکس اگر بیای کار کنی 1 گرم کار میکنی 1 گرم حسابی 300 تومان طرز تکیدن پلاس اینجا شومپ تیلورو میبینی شاتا اونم بالا برو اساس کامera یا تنیم تا شویو یورو درجه نمیبینی شفیر بالا برو این همی تیلو های نیجوری مایده شدهش نمیبینه کامera خوکا bu takışku dostaki cavon tavuk şöyle. oh o juro itinca Kanka tatlısı senler. o yaktaş o itinca Milyon. salafan هم گیچه بگردو که محمد شیده اساس 1 کیلو نه پارت اوشنی اما اوشنی گیریم انا طرز شستن تیلو کار نازکترینش همین ای این چند پلاس ای یک پلاس تو بگه ها چند پلاس میزنی؟ بگه 5 پلاس ها؟ 5 پلاسی کده بستکی باشه این مهنت که نیگه در گه پشت گه در مهنت بگه باید که بگم خبا مشه در خونه اگر اینه سرخی بلو بشوی انت خوبا میشه اینه سرخی بلو بشوی اوه سم باید کنم سلافان خیلی بشش نمیش اوه اما سلافان اصلا نشونه
چند میبره یا؟ از 300 میل 300 میل در استکانش میگیری؟ اینا کاری یک روز نیم روزه کاری دک است 3 ساعت 3 ساعت کار 300 میلی گرم دک است اینا تیلوی کارکردگی 2 ساعته 300 میلی گرم در درونش سنگ و آهن بسیار داره توزش میکنی برآوردگیشی ها مینوسی آهن پوانش اینا بردار عزیز لب آب میبریم میریم بالا کاری سخت کاری وزمین مهنت طلب خیر راه های رسی محکم چیکار میکنی میای همینجا کار میکنی حاضر ما کار نکرده ایستیم یکم میانمون دریافتگی با تاجیکی بگیم چک رفتگی برای همون کار نمیکنیم اگه نه سال گذشته کار میکردیم خیر برادر عزیز کسی طلا کار کرده نه حساب حسابش برای پدرام دربارش گفتیم در یک روز تو 120 تومان کار میکنی همین خیلی حساب قطعی 1 گرمش 300 تومان میشوه در یک روز تو 120 تومان تو 150 تومان اگر یکم کلوچه اگه پیدا کنیم میگیم 200 تومان بشوه این هم خیلی برادر عزیز کسی که کار کنه مرحمت سلامت باشه زنده باشه در امان الله تا باز دید